سلام، به لارا هم خوش اومدید. امروز در ادامه معرفی کالاهای خانه و آشپزخونه یه سری منسوجات، اونم از نوع کاور کوسن یا خود کوسن براتون موجود کردم و میخواستم بهتون معرفی کنم. واقعیتش شاید خیلی توضیح خاصی نداشته باشه. همه ما تو خونهمون یه گوشه مبلمون یا جاهایی که بخوایم یه کمی دکوراسیون منزلمون رو تغییر بدیم از کوسن استفاده میکنیم. طبیعتا کوسن ها با توجه به رنگ مبلمون یا خیلی وقتا بسته به شال مبلمون، هم تو تصویر هم میبینیم. حالا یه سری نمونه شال مبل هم که داریم بعدا معرفیش میکنیم، ممکنه متنوع و متفاوت باشه. نمونه‌هایی که ما داریم نمونه‌های هندی هستن، بیشترشون کار دست و هندمیده. مربع و مستطیل، مربع و سایزاش بیشتر 45 در 45، 50 در 50، یه وقتایی بزرگتراش 60 در 60 و سایزای مستطیلش که شما میتونید توی در حقیقت اون بخش پایینی تصویرم ببینید. بیشتر 45 در 60 یا 40 در 60 که حالا بیشتر هم کاور کوسنه که ما خودمون با ویسکوس پرش کردیم. شما میتونید این کارو بکنید، خیلی کار سختی نیست ویسکوز و خریدنش، و میتونید حتی یه بالشت جداگونه براش بدوزین یا بدین بدوزن که داخل کوسناتون بزنید، چون اونجوری راحت‌تر قابل شستشو خواهد بود و شستشوش هم خیلی راحت، هم با دست هم با ماشین لباسشویی تا 30 درجه به راحتی قابل انجامه. برای که زیاد وقتتون نگیرم سعی میکنم یه 10-12 مدل رو از نزدیکتر یه ذره دیتیلش رو بهتون نشون بدم که بتونید اگه خواستین انتخاب کنین و سفارش بدین. مرسی. نمونه اول یه نمونه که بافت روش کاملا یه بافت ترکیبی از جوت، که حالا میتونید سرچ کنین، گوگل کنین که ببینین جوت چی اگر نمیدونین، و در حقیقت پشم هست. بسیار کار زیباییه و با اکثر مبلمان ها میتونه ست بشه. این سایزش 45 در 45. نمونه بعدی من یه دونه کاور آوردم براتون که نزدیک ببینیم. باز این یه ترکیبی از در حقیقت پشم و جوته که خیلی جزئیات توش به کار رفته. یه جاهایی هم یه چیزای چرمی طلایی توش دوخته شده که خب خیلی جذابش میکنه. یه نمونه دیگه است، یه ترکیبی از در حقیقت پارچه کتان با پشمی که برجسته توش بافته شده. کار بسیار خاصیه، همونطور که تصویر میبینیم. مدل بعدی یه مدل تر برجسته است. اصطلاحا به این مدل ها میگن بوهو یا به عنوان مراکشی معروف شده. در حقیقت فرش و شال مبلش هم خیلی زیاد شده الان. نمونه های ایرانی و خارجیش خیلی تو بازار زیاده. این از جزئیات کاره. حالا یه کمی جلوتر از کل کوسنا پر شدهش هم براتون یه فیلم میگیرم که کلیتشو ببینید. این نمونه هم یکی دیگه از کوسناست که یه ذره اسپورت تر از بقیه است. همونطور که نزدیک ببینیم بیس اصلی کار در حقیقت کتونه، ولی روش با نخای پنبه‌ای بافته شده توی چند رنگ مختلف. نمونه قشنگیه. حالا این 5-6 تا مدل رو بهتون از نزدیک معرفی کردم. میرم یک کمی دوربین رو میارم جلوتر و بهتون مابقی رو نشون میدم. خب حالا نمونه ها رو میخوام یکی یکی بهتون نشون بدم با جزئیات بیشتر. اینا حالا یه سری نمونه های کاورهای کوسنه. این نمونه‌ایه که در واقع پاچه زیرش کتونه و روش برجسته بافته شده. این نمونه فقط کتون ساده است. این نمونه بسیار جزئیات توش به کار رفته. یه سری در واقع پارچه چرمی طلایی توش بافته شده به همینجور به انضمام جوت. این نمونه برجسته بسیار زیباییه. همینطور نمونه بالا، این نمونه رو میتونید با جزئیات بیشتر ببینید و نمونه های دیگه است.
این پرشده همون نمونه کاوریه که الان بهتون نشون دادم. این یه نمونه برجسته دیگه است، نمونه پشمیه. یه نمونه برجسته جذاب دیگه، نمونه های مستطیلمون. این مدل مثلا خیلی جذابه. این مدل همینطور. جزئیات و ریزکاری ها رو داخل این نمونه ها میبینیم همشونو. برای اونایی که مبلای در واقع طلایی به کار ببرن استفاده داشته باشن. و سایزهای بزرگ 55 در 55 بودم اینجاست که هم نمونه های کتون ساده داریم، هم نمونه های اینجوری برجسته که هم توش نخ به کار رفته، هم بیس اصلیش کتونه و هم پشم برجسته روش کار شده. بسیار نمونه های زیباییه. نمای کلی هم از کوسنا بهتون نشون بدم. اینا فقط یه سری نمونه های ساده از نمونه کوسنایی که ما داریم. بسیار تنوع زیاده، ولی خب ما واقعا محدودیت فضا داریم. اگر تمایل داشتین که ویدیوهای بیشتری از روی اینا درست کنیم و نمونه بیشتری بهتون نشون بدیم یا جزئیات بیشتر، هم میتونید برام کامنت بذارین، هم توی فضای مجازی توی اینستاگرام، تلگرام، واتساپ میتونیم با هم دیگه در ارتباط باشیم اگر سوالی دارین و یا نمونه بیشتری میخواین ببینیم.